دوستان، خیلی خوشحالم که دارید من از این قاب میبینید. یه سری نکات هست که می‌خواستم خدمتتون درس کنم. اینکه دولت داره سعی میکنه مردم ببره به سمت دولت هوشمند. دولت هوشمند دولتیه که سیستمی حالا سری قوانین براش تعریف شده و حالا مثلا اگه ذره اطلاع داشته باشید میدونید که مثلا دولت هوشمند اینجوریه که حتما باید مثلا شما تابعیت اینو داشته باشید، یعنی حالا به جز سیم کارت و کارت ملی و یه سری کارت بانکی و اینا یه سری چیزا دیگه هم اضافه میشه خب به دولت هوشمند. و اینکه مثلا بعضیا فکر میکنن که دولت هوشمند واسه اینه که مثلا واسه اینه که یک سری مثلا خدمات بیشتر رو مردم داده بشه، مثلا خدمات درمانی هوش مصنوعی وارد بشه، یا مثلا یه سری وام مردم داده بشه، ولی در واقع اینجوری نیست. خب هدف دولت هوشمند در واقع بهره وری بیشتر از مردم، یعنی چی؟ یعنی مالیات ها رو روی مردم سنگین‌تر میکنه. مثلا الان مالیات 9%. خب حالا این مالیات اگه بشه اگه دولت هوشمند بشه، حالا یه سری کارا اولش انجام میشه، مثلا یه سری وام به شما میدن، میگن بیاید ثبت نام کنید خودتون تو این در واقع سیستم و مثلا وام 500 میلیون شما میدید. خب و اینکه الان تو همه کشورها اینجوری است، نه تا خارج کشور ما دارن برنامه رو تو همه کشورها انجام میدن که تا چند سال دیگه یه دولت واحد هوشمند داشته باشیم و برنامه‌ش اینه که در واقع کسی در برابر دولت هوشمند نمیتونه طرف، خب کسی نمیتونه مثلا اعتراض کنه، چون این یه نوع ربات و در واقع سیستمی و میگن که مثلا مالیات 10% بشه 15%، دیگه کسی نمیتونه اعتراض کنه، یا بشه 20% یا بشه 30%. هر چی این تغییرات بخواد میشه انجام بشه و کسی توان اعتراض نداره به این موضوعات و دولت هوشمند در کل میشه گفت به ضرر مردم. خب چرا؟ چون که در واقع میشه گفت بیت کوین که خیلی سعی دارن که به سمتش برن الان و اصلا مجوزش تو کشور ما نبوده، این چند ماه اخیر اومده و اونا تمام تلاششون اینه که ارز ما رو به سمت ارز مجازی و دیجیتال ببرن. چرا؟ تو زمانی که ارز ما به سمت ارز دیجیتال بره در واقع میشه که پول واقعی کم میشه و پشتوانه مالی پولا کم میشه و دیگه اصلا کلا پول مجازی پول واقعی چاپ نمیکنه. مثلا شما میرید آبربانک ها میگی به من پول بده، میگه کلا آبربانکش پول نمیده، چون کارا نمیشه. خب و میگیم که کلا میاد سمت کارت به کارت و این چیزا. خب بعد میگن که مثلا یه برنامه‌ای واسه مستقیما میارن، میگن که فلان برنامه دیگه لازم نیست شماره کارت بدید، یه کدیه با اون کد جابجا میکنید و خیلی آسان‌تره. این میشه اینجوری مثلا بیت کوین رو در واقع پول سازش میکنن و وارد ایرانش میکنن. و اینکه اگه باز پول مجازی بشه خیلی در واقع بدتره، به خاطر اینکه چی میره بالا، در واقع تورم میره بالا و اینا میتونن خیلی راحت در واقع ارز دیجیتال رو بالا پایین کنن. یعنی مثلا خودشون فرض کن 100 میلیارد تومان دارن، خب 100 میلیارد تومان اگه ارزی خریداری میکنن، ارزششون در مثلا 30% میره بالا. حالا یه ارز دیگه رو 5 میلیارد ازش دارن، اونو میفروشن، ارزششون چند درصد میاد پایین. خب همینجوری میتونن ارزش چی ببرن بالا با اون چی خودشون، با اون چیزی که دست خودشونه، یا ارزش پول بیارن پایین و همینجوری میشه که مثلا اون سرمایه‌ای که اونا دارن بیشتر میشه و حالا اون سرمایه‌ای که مردم ندارن یا سرمایه‌ای که میتونستن داشته باشن و یه دست میدن، چون سرمایه‌ها رو دیگه اونا کنترل میکنن. و اینکه در کل دولت هوشمند میشه گفت تمامش به ضرر مردمه و دارن به این سمت میرن و مردم فقر زیادی رو تجربه میکنن با این روندی که داره پیش میره و اینکه مگر اینکه خود مردم نخوان، یعنی که مگر اینکه خود مردم از این دولت هوشمند دوری کنن که یه همچین فقری و یه همچین سیستم مالی رو تجربه نکنن. خیلی ممنون که نگاه کردید. شما رو به خدای بزرگش.